صبحت بخیر جون دل. برقراری عزیز؟ سر کیفی؟ برقرار نیستم عزیز، نمیخوام دیگه این زندگی رو بکنم دیگه. سر کیفی بدم، سر کیفی الکی ادا حال بدا رو در نیار. میگه مالم بده کتم سر کیفی. دیشب فلافل خوردم باز پیچیدی میدم، ولی فردا açtı صبح همه بدبختی هم دیگه تموم میشه، چون که میریم بانک میزنیم اونجا. اینجا کجایی؟ گل محمد از تو بعید است کار خلاف، آرام باش و خودت را رها کن. نرو اشرتی، مامان رو حساب چی میخوای ول کنی بری؟ فیلم کن بذار برم. میگم نرو اشرتی، خوشگلی من یزیدی تو بابا تیگر. نمیخوام بمونم، پول نداری همش فلافل میخری، خسته شدم دیگه از فلافل، همش تو ماشین میگوزی، بعدش هم دنبال کار خرافی نمیخوام. اشتان من دکترم ولی خستم دیگه از این زندگی. تقصیر من چی؟ بابات برگشتی گفت اگر پولدار نشم تو رو بهم نمیده، مجبورم دیگه برم بانک بزنم دیگه، میفهمی؟ گل محمد ما در درون تو قدرتی نهاده ایم بسیار قوی و پول ساز. کافی است به جای سرقت از بانک قدرتت را باور کنی. همکنون خودت را از شر بدیها رها کن. قدرت چی نهادی؟ پس آینده من چی میشه؟ اگر قدرت دادی پس چرا پول ندادی؟ چرا اینقدر حساب منو خورد میکنید؟ ویلم کنید دیگه. گل محمد ما را خفه نمودی، من مأمورم 2 دقیقه آمدم حرفم را بزنم و بروم، بگذار نفس بکشم. گل محمد تو فقط در میان هیاهوی دنیا خفلشت شده ای و دچار گوس پیچی عمیقی شده ای و این موجب عصبانیتت شده، اما نباید دست به کار خلاف بزنی. باید عزت نفس داشته باشی و خودت را پیدا کنی و سپس از بند گوس پیچی و افکار منفی رهایی یابی. همکنون خودت را از کینه ها رها کن گل محمد. من باید برم پول در بیارم، اگر بانک نزنم بگو چجوری در بیارم کجا بذارم، در کدام بانک بذارم؟ چرا من اینقدر آشفته حالم؟ اگر راست میگی بگو سرنوشت من آخرش چی میشه؟ سرنوشت تو در دستان توست گل محمد، کافی است فقط خودت را رها کنی. ماسکی منو بیارید برم که اینجایی گوزیده خفه شدم دیگه. من نمیخوام کرونا بگیرم، من میخوام زن بگیرم، پول داشتم. من باید اشرت خوشگل تیکرم رو بگیرم، یا باید برم گنج پیدا کنم، یا باید برم بانک بزنم دیگه، مجبورم. خب خفه شدم، چشم سوخت. ببین چی کار کرده مردی که به در پیکر قزمی اینجا رو بو برداشته. ای گل محمد تو به هر آنچه میخواهی میرسی، با تمام وجودت بخواه و تلاش کن. ای گل محمد از غرور و کار خلاف دوری کن و بلند فریاد بزن و بیشتر خودت را رها کن. قسمت بی تربیت گوزو خجالت بکش، در حضور من لاغل نکنه. میدش مثل کارخونه 24 ساعت کار میکنه از بس که میخوره. هیچی نمیخوام دیگه، عصبیم کردید، ولم کنید دیگه. من آینده ندارم، مجبورم برم بانک بزنم دیگه. چرا آثار روحی میدید منو دیگه، به سرت بمیرم دیگه. اوه مثل که حالش خیلی بده بابا جان. قول محمد جان بابا یه کابوسی چیزی نیست، نترس بابا، بیدار شو. این همه خواستم دیگه، پس چی شد دیگه؟ خسته شدم دیگه از این زندگی تشراری، همش کرونا، جرانی، بیکاری دیگه. نمیخوام این زندگی رو بکنم دیگه، باید برم بانک بزنم. ولم کنید جناب سرباز، من چی کار نشدم؟ دستم ول کن، ولم کن. من هنوز چی باشی نزدم چی؟ منو کجا میبرید؟ ولم کنید، نمیخوام برم زندان، ولم کنید. وای بچه از دستم رفت، گرفتنش تو خواب. گل محمد جان بابا بیدار شو، کابوسه میگم پسرم. اینجا کجایی؟ چرا اینقدر بو میاد؟ تو بازداشت
بابا اینجا چیکار میکنی دارم گرفتن؟ اینجا اتاقته بابا جان. شما هم تا تونستی گزیده داشتی کابوس میدونی من برداشتم بیدارت کردم. پسر بابا اینجوری نکن، کمتر فلافل بخور بابایی. اتاقمو برداشته خفه شدی بابا. 32 سالت خجالت بکش. ای خدا بابا چه گناهی کردیم این بچه رو صاف برداشتی دادی به ما. یعنی نمیشدی بچه بهتر میدادی به ما. این قزمیت برمیداشتی میدادی به یکی دیگه. عجب گیری کردیم از دست این قزمیت. نصف شب آسایش نداریم. گل محمد پس کجایی بابا؟ 1 ساعت جلو بانک منتظرت بایستادم. یه تفنگ اسباب بازی خریدم با واقعی مونه میزنه. قام بستیشه بی خوابی بد دیدم دیگه منصرف شدم دیگه اونطور بریم اونجا. پاشو بیا اینجا برات تعریف بکنم دیگه اونطور. Goodbye, see you later, Kambis.